کامبیز دیر شد. چرا هنوز آقا جون نیومده؟ نمیدونم. آقا جون اومد. آقا جون دیر کردین. از شما بعیده. کی؟ از شما خریده؟ چی رو خریده؟ تو که آس و پاسی خسرو، چی داشتی که ازت بخرم؟ نه آقا جون، میگم چرا دیر کردین؟ چی؟ پشت بون رو قیر کردین؟ حالا که زمستون تموم شده یادت افتاده؟ ای داده بیداد کامبیز تو بگو. آقا جون خاندایی میگه چرا دیر کردین؟ آها، خب درست حرف تو بزن. مگه صبح نون نخوردی؟ بابا جون راستش رفته بودم یه چرخی تو شهر بزنم. حالا بگو چی رو دیدم؟ عزیز جونو، نه خاله جونو، نه عمو جونو. نه بابا، پس کی رو دیدی آقا جون؟ اسقر آقا کله پزو دیگه. حالا بگو چی گفت؟ بفرما کله، نه بفرما پاچه. نه، پس چی گفت؟ گفت سلام دیگه. حالا بگو بعد چی گفتم؟ گفتی علیک سلام. نه گفتی سری به ما نمیزنی. نه گفتی کسب و کار خوبه. نه، پس چی گفتی آقا جون؟ گفتم حالت چطوره؟ خلاصه منو برد تو مغازه. بگو چی کار کردی؟ کله رو زدین؟ نه سیرابی زدین؟ نه یه چایی زدین؟ نه، دپا چی زدین؟ یه کسی حرف زدیم بابا. حالا وسط حرفامو موبیلش زنگ زد. بگو کی بود؟ پسرش؟ نه داش کوچیکش؟ نه صاحب خونه‌شون؟ نه، دپا کی بود؟ اشتباه گرفته بود. اسقر آقا خیلی آروم بهش گفت دفعه بعد موقع شماره گرفته حواستون جمع کن که اشتباه نشه. حالا بگو یارو چی گفت؟ گفت ببخشین؟ نه گفت عذر میخوام؟ نه فوش داد؟ نه، دپا چی گفت؟ هیچی نگفت، قطع کرد. حالا بگو ما چی کار کردیم بابا؟ آقا جون من چه میدونم، پدر مرده رو بردی. مگه 20 سالیه؟ تو سفرتون خالیه؟ خب دو سیخ کباب بگیریم بذارید توش بابا. راستی کباب ما چی شد پس؟ کامبیزایی برس به دادم به این آقا جون بگو وقت خبرترینه. آقا جو الان موقع خبرترینه، بعدش میریم کبابو میزنیم. باشه بابا، فقط بگو نون کبابم و چرب و چیلی تر کنه بابا. کامبیز ده بخونده وقت هنگه. الان میخونم خاندایی. دهشتناکترین حمله به کرونا با دود اسپند و روزخونی آخوندی در بیمارستان فرغانی قم، نمونه جدید از انتقام سخت. الان بیمارا فکر میکنن اسرائیل با ایل و تبارش اومده همه رو یه جا جمع کنه ببره. مرد شور ترکیبشون رو ببره. با اون دود و صدا و ریخت و قیافشون آدم و یاد جادوگرای قبیله آپاچی ها میندازه. خاندایی آخونده چرا هی پاشو میذاره تو اتاق هی بر میداره؟ کامبیز دایی فکر کرده خونه عظمای ولایته، داره استخاره میکنه با پای چپ بره یا راست. خسرو بابا جون اگه 1/1,000,000 من گرفتم حاضرم منو با گلوله بزنی ولی نذاری این جونه برام بالای سر من بیان. دور از جون آقا جون، انشالله هرچی درد و بلای مردمه بریزه تو جون این تایر به سرها. کامبیز آقا جون رو بیار ببریم یه چایی قبل از نهار بدیم بخوره که خستگیش در بره. خسرو اگه به فکر خستگی منی 2 سیخ ماده کن بابا. به قول شاعر که میگه تیک تیک ساعت چه گویدت هوشیار، با خسرو و کامبیز کباب بخور وقت نهار.